درود دوستان عزیز دانشجویی جهان تحصیل، خوش آمدید. تیم دانشجویی جهان تحصیل. کنایه ظریف به خانم سفیر. دیروز سفیر جدید نروژ در ایران استوارنامه خودش رو تقدیم وزیر خارجه کشورمون کرد. خانم ظریف، انگار آقای ظریف از این فرصت استفاده کرد و موضوع دانشجوهای ایرانی در نروژ رو پیش کشید که در واقع ما هم در مجله خبری چند باری اون رو پیگیری کردیم. درسته؟ بله، ما 2 گزارش مبسوط در این باره داشتیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان مجله خبری. همونطور که شما گفتید آقای ظریف از اخراج دانشجوهایمون گلایه کرده و گفته اخراج دانشجوهای ایرانی از نروژ به بهانه‌های واهی روی افکار عمومی و محافل دانشگاهی ما تأثیر منفی داشته و این به ضرر خود نروژ. وزیر خارجه کشورمون تاکید کرده لازم نروژ از ادامه این روند جلوگیری کنه. واکنش خانم سفیر به این اظهارات دکتر ظریف چی بوده؟ خانم نورهیم گفته که قبل از اینکه بیان تهران راجع به این موضوع با سفیر صحبت کردن و دنبال راهکاری برای این موضوع هستند. فعلا که سیاست‌های ضد ایرانی نروژ در قبال دانشجویان کشورمون همچنان ادامه داره و نمونهش هم نیمه شب گذشته کلید خورد. من میخوام تمام دنیا بدونه که در این کشور دارن ما رو بی‌دلیل بیرون میکنن. حمیده کفاش، دانشجویی که باید 24 شهریور با حکم دادگاه نروژ مقطع پایانی تحصیلی خود را رها کرده و بی نتیجه از چند سال تلاش در رشته دکترای مهندسی مواد در دانشگاه علوم و فناوری نروژ این کشور را ترک کند. اصلا باورم نمیشد. اول فکر کردم اشتباه شده، بعد خیلی ناراحت شدم. یعنی اولین کاری هم که کردم رفتم پیش سوپروایزرم و خب نتونستم اولش خودم رو کنترل کنم و گریه کردم. این دانشجو در حالی که قادر نیست جلوی اشک‌های خود را بگیرد از ظلمی که به وی و دانشجویان ایرانی در نروژ شده میگوید. من یک قربانی هستم. هیچ اشتباهی انجام ندادم و نمیتوانم بفهمم که چرا با من اینجوری رفتار میکنن، آن هم در کشوری که ادعای بیشترین آزادی رو دارد. سرانجام حمیده کفاش پس از مشکلات فراوانی که دولت نروژ برایش به وجود آورد مجبور شد از این کشور خارج و شب گذشته وارد تهران شد. به علت خستگی سفر و رسیدن او در نیمه شب ترجیح دادیم امروز صبح به دیدن او برویم و پای درد و دلهایش بنشینیم. او از روزهای ابتدایی دریافت دعوتنامه و ویزا از نروژ و چند کشور دیگر برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا برایمان گفت. نروژ رو انتخاب کردم برای رفتن به خاطر اینکه پروژه‌ای که اونجا به من پیشنهاد شده بود پروژه‌ای بود که من راجبش اطلاعات داشتم و در موردش قبلا کار کرده بودم و خب اونها هم خیلی تمایل داشتن که من برم و روی اون موضوع کار بکنم. حمیده کفاش اولین فردی بود که به ایران برگشت. افرادی که با هدف تحصیل پا به نروژ گذاشتند و قدم‌های آخرشان را طی می‌کردند که گفتند باید این کشور را ترک کنند. من یه نامه‌ای دریافت کردم که همزمان با من 14 نفر دیگه از دانشجویان دکترا و کسایی که کار میکردن توی شرکت ها دریافت کردن. توی این نامه نوشته بود که به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا شما میخواید اطلاعات حساس رو به ایران انتقال بدید، اطلاعاتی که منجر به ساخت سلاح‌های کشتار جمعی میشه. این داستان تماماً واهی و کاملاً بر پایه یک دروغ همه جانبه. حتی استاد وی را نیز به واکنش واداشت که بلافاصله گفت تز دکترای دانشجویان من مربوط به یک پروژه زیست محیطیه و هیچ ربطی به صنعت هسته‌ای نداره. پروژه‌ای که خود شخص من دارم روش کار میکنم یه پروژه کاملاً محیط زیستی هست، کاهش گاز CO2 که سوپروایزر من بهش خیلی تعجب کرد که چطور ممکنه کاهش گاز CO2 یه چیز حساس باشه. پروژه ضد ایرانی پلیس نروژ آنقدر خالی از مستندات حقوقی است که حتی باورش برای مردم این کشور نیز غیر ممکن می شود. هر کس ما رو میبینه میگه که ما واقعاً شرمنده ایم از
حرکتی که دولتمون داره انجام میده و از حرکتی که پلیس امنیتمون داره انجام میده. حمیده کفاش از ادامه اقدامات حقوقی برای پیگیری تحصیلش در نروژ خبر داد. وکیل به ما گفت نامه‌هایی که اصلا اداره مهاجرت و پلیس امنیت داده کاملا نامه‌های غیرقانونی و نامه‌هایی هست که هیچ استدلالی توش صورت نگرفته و ما نظرمون این هست که اصلا بررسی نشده. البته او یکی از 10 دانشجوی ایرانی است که این روزها باید به ایران برگردند. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که خب این کاملا یه تصمیم سیاسی هست که تصمیم گرفتن یه عده دانشجوی دکترا رو به بهانه حساس بودن و به بهانه کمک به برنامه هسته‌ای و کمک به ساخت سلاح‌های کشتار جمعی از نروژ بیرون بکنن. زمزمه‌های اخراج دانشجویان ایرانی در کشورهای همجوار نروژ نیز به گوش می‌رسد. این مشکل به فنلاند انتقال داده شده. دانشجویان دکترای فنلاند رو دارن یه سریشون رو اخراج میکنن. همینطور مطمئناً اگر این موضوع جلوش اینجا گرفته نشه، چون نروژ خیلی، اروپا کلا اینطوریه که خیلی از هم توی این مسائل تقلید میکنن.